سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه تاکسی میراند، گرفتند جنگش بردند. نظرالله جنایدوف در اوکراین کشته شد. تاجیکستان را در بین یک ساعت دو زمین لرزه سخت تکان دادند. نشه فروش از کولاب در مرز روسیه و قزاقستان به دست افتاده است. لغزش کوپورا در کیلومتر 119 راه دوشنبه خوجند. امسال در لیوبرسی روسیه به نوزادان از همه بیشتر محمد ناماندند. و اکنون تفصیلات خبرها. نظرالله جنایدوف ساکن 43 ساله نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تاجیکستان که در روسیه تاکسی میراند و 4 ماه پیش با دعوتنامه از طریق کمیساریات حربی به صف ارتش روسیه جلب شده بود، در اوکراین کشته شده است. به نزدیکانش گفتند او روز 2 نوامبر سال 2023 در حدود ولایت دنیسک، یک جبهه اساسی جنگ روسیه به ضد اوکراین، کشته شده است. یکی از نزدیکان نظرالله جنایدوف به شرط نبردن نامش روز 23 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که او یگان 25 سال قبل شهروند روسیه شده بود. او گفته است روز 15 نوامبر از کمیساریات حربی به آنها زنگ زده خبر دادند که نظرالله جنایدوف قهرمانانه هلاک شد. درباره چگونه کشته شدن او به نزدیکانش یگان تفصیلات دیگر ندادند. به گفته این خویشاوند نظرالله جنایدوف، نظرالله از طریق زمینه یاندکس تاکسی کار میکرد. به او دعوتنامه آمد، گفتند اگر جنگ نروی حبست میکنیم. مجبور شد، رفت، هرچند نمیخواست. نزدیکان نظرالله جنایدوف حالا برای انتقال جسد او به تاجیکستان آمادگی میبینند. مقامات روس به آنها وعده دادند که به 3 فرزندش از 2 همسر کمک پولی خواهند داد. در گذشته زادگان و حتی شهروندان تاجیکستان را با چنین وعده ها به جنگ جلب کرده بودند، ولی معلوم نیست که آیا پس از مرگ آنها به نزدیکانشان کمک های دادند یا نه. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی شدند. نیمه دوم روز 23 نوامبر سال 2023 در فاصله همگی 1 ساعت در شرق تاجیکستان 2 زمین لرزه سنگین به عمل آمد. زمین لرزه اول ساعت 15:00 به وقت تاجیکستان و دومش ساعت 16:00 رخ دادند. بنا به اطلاع خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، مرکز زمین لرزه اول در 260 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه جایگیر شده. زمین در اینجا با شدت 5 بال طبق جدول ریختر و در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شدت 4 بال لرزیده است. کمیسیون حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که این آفت طبیعی یگان قربانی یا خسارات به جا نگذاشته است. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری اقتدار زمین لرزه اول روز 23 نوامبر در شرق تاجیکستان را 5.2 بال و شدت زمین لرزه دوم را 4.7 بال برآورد کردند. این 2 زمین لرزه در عمق 36 و 44 کیلومتر و در فاصله 40 و 42 کیلومتر از موضع قرقینجه رخ دادند. موضع قرقینجه که اسمش در مرکزهای زلزله‌نگاری بین المللی زیاد گرفته می شود، با 2800 ساکنش در ناحیه لخش در نزدیکی مرز تاجیکستان با قرقیزستان جایگیر شده، سال 2022 نامش به زرین رود عوض کرده شد. در همین حال مرکز زلزله‌نگاری وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان که نیز زمین لرزه ها را در آسیای مرکزی پیگیری میکند خبر داد که مرکز زمین لرزه اول روز 23 نوامبر در حدود ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده بود. این مرکز نیز اقتدار این آفت طبیعی را 5 بال برآورد کرده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. اکثر این زمین لرزه ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند. شرکت آیرس که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوق را بر عهده دارد، روز 23 نوامبر سال 2023 خبر داد که صبح امروز در کیلومتر 119 در این راه یگانه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان کوپاره لغزیده به بالای راه فرو ریخت و در نتیجه 50 متر راه آسیب جدی دیده است. تکنیک و مکانیزم های نمایندگی فیلال شرکت
در منطقه زرافشان فوراً به محله ذکر شده سفربر گردیده در مدت کوتاه حرکت یکسمته نقلیات امکان پذیر گردید. گفته می شود در اطلاعیه شرکت افزود که برای ترمیم هر چه زودتر قطعه آسیب دیده را تدبیر اندیشیده می شوند. لغزش کوهپاره در شورای دوشنبه خوجند چنوق در پی بارشات شدید برف در این راه است که از شب 23 نوامبر به این طرف ادامه دارد و باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها در روی ماشین‌های بارکش گردیده است. شرکت آیرس قبلا خبر داد که با مقصد ایجاد نکردن مانع به گزارش دیگر واسطه‌های نقلیات حرکت فور و اتومبیل‌های بارکش با فاصله 10 دقیقه از همدیگر راه اندازی شده است. یعنی پس از هر دقیقه یک تا چنین اتومبیل اجازت گذشتن را دارد. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی است که ولایت سوخت در شمال تاجیکستان را با مرکز و دیگر مناطق‌های این جمهوری می‌پیوندد. راه دیگر الترناتیوی به این ولایت از طریق قلمرو ازبکستان بوده خیلی طولانی‌تر است و همچنین دست کم 2 مرتبه عبور و مرور از مرز تاجیکستان به ازبکستان به همراه دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک شهروند 33 ساله تاجیکستان که در وطن او را به فروش مواد مخدر عیبدار می‌کنند، هنوز ماه ایول سال 2023 هنگام عبور گذرگاهی از اینکه در مرز قزاقستان با ولایت سراتوف روسیه به دست افتاده در انتظار استردادش به تاجیکستان در حبس قرار دارد. معلوم نیست که استرداد جوان دستگیر شده کی صورت خواهد گرفت. در تاجیکستان به او بر اساس قسم 3 ماده 200 کودکس جنایتی این جمهوری به فروش مقدار زیاد مواد مخدر عیبدار می شود. بر اساس این بند قانون به وی همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. خود دستگیر شده و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی دادستانی ولایت سراتوف در اطلاعش گفت مقامات تفتیشاتی تاجیکستان او را به آن عیبدار می کنند که ماه ایون سال 2022 در شهر کولاب در اساس مصلحت پیشکی به یک نفر دیگر به نرخ 9000 سومانی یا $800 300 گرم مواد مخدر نوع حشیش را فروخته است. اون خریدار این مواد مخدر را به شهر دوشنبه برده همراه یک مقدار دیگری حشیش که از کسی دیگر خریده بود پنهان کرده است، ولی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان او را با 382 گرم حشیش دستگیر کردند. بعد به دست افتادن شریکش ساکن کولاب فرار کرده است تا زمانی که بعد یک سال فرار ماه ایول سال 2023 در گذرگاه از این که در مرز روسیه با قزاقستان هنگام تفتیش حجت‌هایش به دست افتاد. مهاجران از منطقه‌های گوناگون اساساً قسمت اروپایی روسیه هر سر چند ماه از گذرگاه از این که به قزاقستان گذشته بعد ساعت باز به روسیه برمیگردند. این حیله عبور مرز به آنها امکان می‌دهد که بود و باش خود را در روسیه باز از سر خط شروع کرده برای باش چند ماه دیگر حق دیگر باره اقامت و کار در این کشور را به دست بیارند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. اداره زاکس حفظه شهر لیوبرسی ولایت مسکو خبر داد که طی 10 ماه سال 2023 در این منطقه به کودکان نوزاد از همه بیشتر نام محمد را دادند. مقاله تحت عنوان نام از همه معروف پسران در لیوبرسی در سال 2023 محمد بود روز 19 نوامبر سال 2023 در صحیفه رسمی ماموریت حفظه شهر لیوبرسی نشر شد، ولی خیلی زود از سامانه گرفته شد و حالا تنها در بایگانی اینترنت باقی مانده است. چنین به نظر می رسد که در ماموریت لیوبرسی به خلاصه اومدن که این خبر با جوی فعلا حاکم شده بر فضای روسیه که رنگ و آهنگ آشکارای ضد مهاجران را دارد چندان سازگار نیست. در هر صورت طوری از جدولهای نشر کرده زاکس لیوبرسی در حاشیه آن مقاله کور کرده شده برمی‌آید طی ماه ینور اکتبر سال 2023 در شهر لیوبرسی و اطراف آن به 202 طفل نوزاد نام پیامبر اسلام محمد داده شده است. در زینه دوم ارتیوم می‌آید که امسال شماره‌شان در لیوبرسی 114 نفر دیگر افزوده است. به 72 کودک در لیوبرسی امسال الکساندر و به 32 تن دیگر متوی نام دادند. در بین نام‌های دخترانه در جای اول انستاسیا می‌آید. طی ماه‌های ینور اکتبر سال 2023 در لیوبرسی
174 طفل نوزاد را چنین نام ریشش یونونی گذاشتند. اما جای دوم و سوم را در این چمپیونات نامهای دخترانه نامهای مسلمانی فاطمه و بیبی سارا اشغال کردند. امسال در لیوبرتی 91 دختر نوزاد را فاطمه و 88 نفر را بیبی سارا نام کردند. و اگر فاطمه نام دختر پیامبر اسلام محمد و همسر علی برادرزاده و یکی از نخستین یاران پیامبر در بین همه خلقهای مسلمانان معروف و رایج باشد، نام بیبی سارا محض در چنین ترکیب یعنی بیبی سارا بیشتر در بین تاجیک‌ها رایج است. امسال در گوشه ولایت مسکو 62 دختر نوزاد را آنا و 44 کودک دیگر را ماریا نام دادند. به دنبال آنها در جای ششم زینب می آید که 32 پدر و مادر دختر خود را امسال چنین نام دادند. و هفتگانه معروفترین نامهای دخترانه در لیوبرتی نام مسیحی الیزابتا حسنی انجام می بخشد. در آن مقاله بعداً از سامانه گرفته شده زاکس لیوبرتی گفته می شود که مهاجران به یک جزء اساسی افزایش اهالی در ولایت مسکو تبدیل یافتند. ساکنان محلی ولایت‌ها خیلی کم اندر کم بیش از یک فرزند به دنیا می آورند. ولایت مسکو هم چنین از لحاظ شماره ابورت نیز پیش صف است. در عائله‌های مسلمانی باشد وضعیت برعکس است. هر عائله به حساب میانه از 2 تا 6 فرزند دارد. بیش از نصف مهاجران کوری در ولایت مسکو و لکی به دلیل در روسیه تولد شدن فرزندانشان شهروندی روسیه را به دست آوردند. گفته می شود در آن مقاله مؤلف همچنین از والی ولایت مسکو اندری ورابیوف نقل قول کرده است که گفته بود تنها با شرافت آمدن مهاجران کوری از کشورهای به ما دوست آسیا میانه ما می توانیم به ساکنان خدمت‌های با صفت کمونالی یا ژکخ برسانیم، نقشه ساختمان منزل و صنعتی و حربی را اجرا کنیم. محدود کردن مهاجرت کوری از لحاظ اقتصادی حتی امکان ندارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری می‌رساند که به دلیل بارشات اخیر تا روز 24 نوامبر سال 2023 در نایه‌های کوهستانی تاجیکستان خطر یرچ و سنگریز بلند باقی میماند. کمیته با نشر 5 عکس از محل یرچ صبح 23 نوامبر در کیلومتر 119 شورای دوشنبه خوجندچنوق در حدود نایه عینی ولایت سوخت خبر داد که اولا کارها برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی در راه یگانه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان ادامه دارد. کمیته گفت خوشبختانه بر اثر این سنگریز کسی آسیب ندیده است. بنا به پیشبینی‌ها در برخی قطعه‌های راه‌های موشنگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه دروازه خوروغ در ساعت‌های صبحگاهی و شامگاهی یخ بندی به عمل آمده خطر زیاد فرو ریختن یرچ و سنگریز وجود دارد. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که از سفر و سیر و گشت به مناطق ترمخیز خودداری ورزیده از احتیاط کار بگیرند. در صورت دچار شدن به حادثه‌های فوق‌العاده به این رقم‌ها زنگ بزنند: 112 و یا 992 93 800 28 19 گفته می شود در هشدار کمیته. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 42 ساله ساکن شهر خوجند 21 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 16:40 هنگام در نزد ورزشگاه لوچین کوچه سیردریای شهر خوجند قرار داشتنش با مرد 50 ساله ساکن شهر گلستان به یگان اساس جنگ و جنجال نموده با کارد به شکمش 2 مراتب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه تیمور ملک مراجعت نموده است که از ماه ایون تا ماه آگوست سال 2023 مردان 35 و 37 ساله ساکنان شهر دوشنبه هنگام در شهر وحدت قرار داشتنش با روی فریب به باوریش در آمده از او 10 عدد افت-ماشین‌های گوناگون تمغه را به مبلغ 1,800,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. اوید بین حادثه سنجش ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 33 ساله ساکن نویه جبار رسولوف با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 23
اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه در حدود نویه جبو رسولوف با روی فریب به باوری زن 46 ساله ساکن نویه مذکور در اومده با بهانه پسرش را از خدمت حربی آزاد نمودند 50,000 سومونی گرفته به احتیاجاتش صرف نموده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده ماه اوگوست سال 2022 در نزد مغازه فروش مسائل ساختمانی واقع در کوچه محمد علی با روی فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 40,000 سومانی گرفته وعده داده است که حجت‌های خانه استقامتش را در مدت کوتاه به پورگی آماده کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ‌های مذکور را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر توس عریضه زن 27 ساله ساکن همین نویه وارد گردید که 20 اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 23 ساله ساکن نویه 5 که پیش با ماده 244 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است صادر نموده است. اوید و این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.